شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در پی شدیدتر شدن مجازات برای فولبین‌ها در تاجیکستان، مشتریان برای ملاقات با جادوگران و جنبراران به خارجه رو آوردند. به این روند خبرگزاری آزیا پلوس توجه کرده است. روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی نواری را مشاهده نمودند. در آن زنی به قبول اقبال سولیف رفته است که خود را دوخانو جنبرار عنوان می‌دهد. در تاجیکستان هستید؟ از کجا؟ از دوشنبه؟ از شما فقط اخلاص لازم است. شفا را خدا می‌دهد. یادآور می‌شوم که از سال جاری در تاجیکستان برای جادوگری از 6 تا 7.5 هزار سومانی و برای مشتریان فولبین‌ها از 3700 تا 4.5 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. اگر فولبین را بار دوم دستگیر کنند، او را جریمه به اندازه از 1500 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محرومیت از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال انتظار است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در نیم ساله اول سال جاری در کشور 495 حادثه جادوگری و فولبینی آشکار شده است.